با سلام و عرض ادب خدمت کلیه دوستان. امروز میخوام اولین دستگاه آذرخش رو معرفی بکنم. دستگاه آذرخش با کارایی کاهنده مصرف سوخت، افزایش توان موتور، کنترل حرارت و امروز با افتخار همراه با دیاگ سوخت سنج نشون میده که چقدر این ماشین سوختشه. الان اگه نگاه بکنید 7 خورده ای، 7 و نیم تقریبا. خب الان من همکار اون داخل ماشین هست. چراغ روشن کنید لطفا. فقط چراغا رو روشن کردیم. خب ببینید چقدر تاثیر گذاشت. الان با روشن شدن چراغ خاموش کنید. چراغ خاموش شد. اینقدر سوخت کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقت این دستگاه میلیمتریه، میتونه تا 100% سوخت رو نشون بده. خب کولر رو روشن کنید. الان کولر روشن شد. با کولر شد 12 و نیم تقریبا. خورده هاش هم نشون میده. کولر خاموش کنید. کولر خاموش شد. برمیگرده به حالت اول. 7 خورده ای. خب این تا اینجا الان برگشت به 7 خورده ای، هم سوخت اولیه. حالا این تا اینجا فقط سوخت سنج روشنه، دستگاه خاموشه. یک کلید اینجا داره برای کاهش سوخت، یک کلید داره. کلیدو که من بزنم دستگاه کاهش سوخت روشن میشه و میره برای که مدار رو باز کنه، مدار ECU و برنامه‌های خودشو اعمال بکنه به ECU. زمان میبره، 3 دقیقه زمان میبره. بعد 3 دقیقه چراغ روشن میشه که یعنی وارد مدار شده. از الان که من دکمه رو زدم چراغش روشن شد، از الان فعالیت شروع شده. کم کم سوخت رو تنظیم میکنه، سنسورها رو کالیبره میکنه یکی یکی تا چراغ روشن بشه. اینجا رو حالا همجور داشته باشیم. الان بدون روشن شدن دستگاه هنوز تو مدار نیومده، تقریبا 7 و نیمه. میخوایم ببینیم موقع میاد تو مدار چقدره. اونجا با کولر شد تقریبا 12 و نیم. من یه چیزی هم اینجا رو دیاگ نشون بدم. دیاگمون هم وصل همزمان. شما اگر گزینه پاشش رو نگاه بکنید، زمان پاشش مرتب نوسان داره. 2 و 7، 2 و 8 نسبت به شرایط موتور، نسبت به بار دینام. همین نوسان که زمان پاشش رو نشون میده، اینجا هم زمان مصرف رو نشون میده. اولین دیاگی است که میتونه سوخت رو به این دقت نشون بده. تا الان هیچ ماشینی همچی سیستمی رو نداره، حتی هیچ دیاگی نداره. این دیاگ نزدیک 100 میلیون هزینه‌شه، همچی امکاناتی نداره که بتونه سوخت رو به این دقت نشون بده. میخوام نشونتون بدم که موقع دستگاه روشن میشه عدد چقدر تغییر میکنه، عدد سوخت. دیگه یواش یواش باید 3 دقیقهش طی بشه، بین 2 تا 3 دقیقه، تا بتونه شناسایی ECU بکنه. الان روشن شد، اومد رو 6 و نیم. خودتون دیدید 7 خورده ای بود، برگشت رو 6 و نیم و الان یعنی مدار باز شد برای تنظیم شدن. این دستگاه مکمل ECU، جایگزین ECU هیچ وقت نیست. با ECU هماهنگ میشه، کالیبره میکنه. سنسورها، حتی سنسورهای تقریبا 30% ضعیف هم میتونه کالیبره بکنه که بهترین سوخت و بهترین قدرت رو از موتور بگیره. نه فقط سوخت کم بشه موتور زور بزنه، افزایش توان هم میبره بالا. خب حالا کولر هم روشن کنید شما. الان کولر هم روشن شد.
شد 11 و خورده ای. اگر اول فیلم دقت کرده باشید 12 و خورده ای بود. الان با دستگاه ما شد 11 و خورده ای. این دستگاه هم دیاگ هست، دیاگ نشانگر سوخت، هم کاهش دهنده سوخت، هم افزایش دهنده توان، هم کنترل حرارت. عالی، بسیار عالی. اینجا هم اگر نگاه کنیم پارامتر پاشش، زمان پاشش که 2 خورده ای بود شده 4 خورده ای. ببینید الان کولر خاموش کنید، کولر خاموش شد، زمان پاشش هم اومد پایین، زمان پاشش هم کم شد، شد 2 خورده ای. اینجا هم زمان مصرف سوخت شد 7 خورده ای. یعنی همه چی با دقت کامل. هم این دستگاه به درد تنظیم موتورها میخوره، میتونن یه دستگاه سوخت سنج داشته باشن، سوخت ماشین رو بسنجن، با کمترین اتفاق تو موتور سوخت نشون میده. الان 6 خورده ایه تقریبا با این دستگاه و در حالت درجا، نه حرکت. بار اتاق هنوز روش نیست. و اگر من الان دستگاه رو خاموش کنم فقط بشه سوخت سنج، یعنی دستگاه کاهش سوخت رو قطع کنم، الان عدد رو بخونید 6.5 تقریبا. دستگاه رو قطع میکنم، حالا اینجا 1 لیتر اضافه شد 7 خورده ای. به همین راحتی یه دستگاه سوخت سنج مرتب برای تنظیم موتورها، برای جایگاه‌های معاینه فنی و همزمان رو دستگاه آذرخش که با افتخار ارائه بدیم به مردم شریف ایران. مبارکتون باشه. کاظمی هستم، مخترع دستگاه آذرخش. موفق و پیروز باشید.